آیا میدونستید که صبحانه‌ای که هر روز صبح انتخاب میکنید میتونه بی سر و صدا عضلات و رگ‌های شما رو نابود بکنه یا اینکه قسمت‌های مختلف بدن شما رو قوی و سالم نگه داره؟ اگر بالای 50 یا 60 سالتون هست و احساس میکنید که دیگه قدرت قبل رو ندارید و همینطور احساس میکنید که در قسمت پایین تن دچار بی‌حسی میشید، لازمه که بدونید که این فقط به خاطر بالا رفتن سن یا پایین اومدن تستوسترون نیستش. واقعیت اینه که در بیشتر مواقع این مشکل برمیگرده به گردش خون شما و چیزی که هر روز صبح میخورید میتونه به بهتر شدن یا بدتر شدن اون کمک بکنه. بیشتر آقایون نمیدونن که صبحانه‌ای که میخورن میتونه باعث خونرسانی بهتر در ناحیه پایین تنه و لگن‌های اونها بشه یا اینکه میتونه باعث بشه که این خونرسانی در ناحیه پایین تنه اونها مختل بشه. جالبه بدونید که بیشتر آقایون نه تنها صبحانه مناسبی نمیخورن بلکه فرصت‌ها رو هم از دست میدن. ماده‌ای که میتونه گردش خون رو توی قسمت‌های پایینی بدنتون و ناحیه تناسلیتون به خوبی به گردش در بیاره و در مدت کوتاهی باعث خونرسانی در قسمت پایین تنه شما بشه. و این زمانی اتفاق میفته که ابزارهای درست رو در اختیار داشته باشید. نه داخل قرص‌ها هستن و نه داخل هیچ نسخه پزشکی که پزشکان تجویز میکنن. فقط 7 ماده ارزشمندی هستن که صبحها میتونید به عنوان صبحانه مصرفش بکنید. موادی که ترکیب خاصی از ویتامین ها و مواد مغذی رو دارن و احتمالاً هرگز نمیدونستین که این مواد ساده میتونن چنین اثری داشته باشن و باید بدونید که ازشون چطوری استفاده بکنید. سلام و درود، خیلی خوش اومدین. من پگاهم، محققم و اینجا توی کانالم نبض سلامت بهتون یاد میدم که چطور زندگی با کیفیت تری داشته باشید و توی این ویدیو هم بهتون میگم که چطوری از این مواد خوراکی استفاده بکنید که گردش خون در ناحیه لگن و ناحیه خصوصیتون افزایش پیدا بکنه و حتی باعث بشه که قدرت کف عضلات شما بهتر و قوی تر بشه. حالا بریم سراغ اولین ماده غذایی که میتونید استفاده بکنید. احتمالاً همین الان همتون توی یخچال اون رو دارید و خیلی به راحتی از کنارش رد میشین و اون ماده غذایی چیزی نیست جز تخم مرغ. تخم مرغ یه ماده غذایی مغذی و خیلی خیلی ارزشمند هستش که توصیه میشه افرادی که 50 و 60 سال به بعد هستن حتما روزانه مصرفش بکنن. ولی خب خیلی از افراد نمیدونن که همین تخم مرغ رو باید چطور مصرفش بکنن. خیلی از افراد صبحا که بیدار میشن فقط یک لیوان کافی، قهوه یا چای با حالا شاید یه تیکه نون و مربای چیزی بخورن و صبح خودشون رو با این چیزهای شیرین و کربوهیدرات‌های ساده شروع میکنن که باید بدونید که مخصوصا وقتی سنتون بالا میره این سبک از صبحانه خوردن کاملا اشتباه هست. شما به محض اینکه بیدار میشید احتیاج دارید که یک پروتئین کاملا با کیفیت مصرف بکنید. میدونم که در تحقیقات قدیمی خیلیا به این موضوع اشاره میکردن که تخم مرغ میتونه کلسترول خون رو بالا ببره، میتونه باعث مشکلات قلبی و عروقی بشه، ولی علم جدید دیدگاهی کاملا متفاوت داره و اگر 50 یا 60 سال دارید و این رژیم غذایی و تخم مرغ رو از سبد غذاییتون حذف کردید، باید بدونید که یکی از بهترین و با ارزش‌ترین مواد غذایی که میتونه توی دسترستون باشه رو از دست دادین. راز اصلی تخم مرغ هم اینه که اون مواد مغذی که تخم مرغ داره توی زرده اونه. زرده تخم مرغ سرشار از ویتامین دی، ویتامین B12، کولین و آمینو اسیدی به نام لوسینه. ماده‌ای که نقش مهمی در ترمیم عضله سازی و ساخت عضلات در بدن شما داره. و همینطور میتونه عضلات کف لگن شما رو قوی نگه داره، یعنی همون عضله‌ای که باعث کنترل ادرار، حفظ تعادل بدن و عملکرد طبیعی ناحیه لگن میشه. اگر امکان این رو دارید از تخم مرغ‌های محلی ارگانیک استفاده کنید چون مواد مغذی بهتری دارن. سفیده تخم مرغ رو دور نریزید و تخم مرغ رو به صورت کامل با زرده و سفیده مصرفش بکنید. بیشتر افراد وقتی سنشون بالا میره عضلات کف لگنشون دچار تحلیل میره و ضعیف‌تر میشه و شما میتونید با تغذیه مناسب دوباره این عضلات کف لگن رو خوب نگه دارید و حفظش کنید. مخصوصا اگر تخم مرغ رو اول صبح مصرفش بکنید میتونه باعث ترمیم این عضلات در بدن شما بشه. باعث بشه که احساس بهتری داشته باشید، انرژی بیشتری داشته باشید، ثبات شما رو حفظ میکنه، گرفتگی عضلات و بی‌حسی کمتر به سراغ شما میاد و این نه فقط به خاطر مصرف دارو بلکه به خاطر استفاده از مواد مغذی و ارزشمندی مثل تخم مرغ هستش. میتونید روزانه 1 یا 2 عدد تخم مرغ کامل رو به صورت آبپز استفاده بکنید.
تخم مرغ رو بیش از حد یا کمتر از حد مجاز نپزید. اون رو بین 12-13 دقیقه در آب بپزید که زرد و سفید کاملا سفت بشه و اون رو میتونید در کنار کمی نان ارزشمند سبوسدار و میوه آووکادو میل بکنید. تخم مرغ رو سرخ نکنید و اون رو داخل هر نوع روغن اشباع دیگه‌ای نندازید و سرخش نکنید. سرخ کردن تخم مرغ میتونه فواید اصلی اون رو از بین ببره و اون چربی اشباع رو هم به بدنتون میده. بعد از اینکه صبحانه‌تون رو میل کردین، من به شما توصیه میکنم که 2-3 دقیقه تو خونه تند راه برید یا حرکت اسکوات به کمک صندلی رو 20 بار انجام بدین که میتونه اون اثر مثبت صبحانه‌تون رو بالاتر ببره. حالا بریم سراغ صبحانه دوم و سوم که جو 2 سر و دانه چیا هستن. 2 تا ماده طبیعی که مثل یک پاک کننده طبیعی عمل میکنن و میتونه رگ‌های خونی شما رو پاکسازی بکنه و عملکرد اونها رو بهتر بکنه. هر بار که یک آقای سمبالایی در مورد مشکلاتی که در قسمت پایین تنه روبرو هست از شکایت میکنه، ما قبل از اینکه در مورد داروهایی که استفاده میکنه از اون بپرسیم، در مورد صبحانه‌ای که میخوره هم از اون اطلاعاتی به دست میاریم. متاسفانه خیلی از اونها اصلا صبحانه نمیخورن یا صبحانهشون پر از شکر و کربوهیدرات‌های ناسالم هستش. اما چیزی که من به شما پیشنهاد میکنم اینه که فقط نصف لیوان جو 2 سرپرک به همراه 1 قاشق دانه چیا مصرف بکنید. به تدریج میتونه احساس گرفتگی، بی‌حسی و ضعف در گردش خون رو کاهش بده و تقویت بکنه. جو 2 سرپرک یکی از بهترین و مغذی ترین موادی هستش که میتونید صبحها میلش بکنید. پر از مواد مغذی و ویتامین ها هستش، پر از فیبر هستش، فیبری که هم به کاهش کلسترول و هم به تقویت دیواره رگ‌های خونی شما کمک میکنه و باعث میشه که خون سرشار از اکسیژن به همه قسمت‌های بدن شما، مخصوصا قسمت‌های تناسلی شما برسه. برای آقایونی که بالای 60 سال هستن، کمک به گردش خون مناسب یک مزیت نیست، بلکه براشون یک اتفاق خیلی خوب هست، به خاطر اینکه روی آلت تناسلی مردان پر از رگ‌های ریزی هستش که باید جریان خوب خون به خوبی در اون اتفاق بیفته، بتونن زندگی جنسی خیلی بهتری داشته باشن. به این ترکیب 1 قاشق دانه چیا هم اضافه بکنید، به خاطر اینکه دانه چیا یه ماده غذایی خیلی ارزشمند هستش که پر از امگا 3، منیزیم و پتاسیم هستش که به کمک میکنه به شل شدن رگ‌های خونی شما. این ترکیب نه تنها برای قلب و سیستم گوارش شما مفیده، بلکه کمک میکنه که رگ‌های خونی شما عملکرد بهتری داشته باشه و خون رو به خوبی به سراسر بدنتون منتقل بکنه. خیلی از افرادی که سنشون بالاتر رفته از این گله میکنن که دیگه بالا پایین رفتن از پله‌ها، کار انجام دادن کارهای ساده، حتی پیاده روی‌های ساده هم براشون سخت شده و خیلی بدنشون کرخت میشه و به سختی میتونن حرکت بکنن و به نفس میافتن. وقتی سابقه شون رو بررسی میکنیم میبینید صبحانه اونها چیزی به غیر از قندهای فراوری شده، خوراکی‌های فراوری شده و کربوهیدرات‌های بی ارزش نیستش، ولی به جاش میتونید از صبحانه‌های مفیدی مثل همین جو 2 سر، نصف لیوان و 1 قاشق دانه چیا استفاده بکنید. داخلش میتونید به خاطر بالا بردن خواص آنتی اکسیدانیش میوه‌های مثل بلوبری و شاتوت هم اضافه بکنید. به عنوان نوشیدنی میتونید از قهوه‌های بدون شکر، دمنوش‌های سالم در کنارش استفاده بکنید. اگر این ترکیب رو استفاده بکنید میتونید احساس بکنید که خیلی سریع دست‌ها و پاهاتون سبکتر شده، انرژی بهتری دارید و حتی در عرض کمتر از 1 ماه خواب مناسب تری هم خواهید داشت. صبح‌ها سرحال‌تر از خواب بیدار میشین و حتی میتونید متوجه بشید که سیستم عمومی جنسی و جسمی بدنتون خیلی بهتر شده. حالا بریم سراغ ماده غذایی 4. ماده غذایی 4 هندوانه هستش. بیشتر مردم فکر میکنن که هندوانه فقط یک میوه تابستونی و خنک هستش و خیلی از افراد هم فکر میکنن که چون شیرینه براشون مضر هستش. ما باید بدونید که هندوانه یکی از میوه هایی هستش که خیلی دست کم گرفته میشه. میتونه یه ماده غذایی خیلی موثر باشه که رگ‌های شما رو سالم نگه داره و سیستم
خون رسانی رو در کل بدنتون تقویت بکنه. هندوانه سرشار از آمینو اسیدی به نام سیترولینه که در بدن شما تبدیل به آرژینین میشه. آرژینین هم تبدیل به نیتریت اکساید میشه. نیتریت اکساید ماده‌ای هستش که توی خون شما به رگ‌های خونی شما کمک میکنه که نرمتر بشه، دیواره رگ‌های شما رو شلتر و نرمتر میکنه و اینجوری باعث میشه که خون به خوبی در بدن شما جریان داشته باشه و همونطور که گفتم یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه که خون رسانی به همه اعضای بدن شما بهتر صورت بگیره و باعث بشه که اندام تناسلی شما بهتر بشه همین نیتریت اکساید هست. یعنی نقش گردش خون خوب هستش که باعث میشه که شما زندگی جنسی بهتری داشته باشید. توی خیلی از داروهایی که برای اختلال نوروز تجویز میشه هم از همین نیتریت اکساید استفاده میکنن داخل اون داروها. خبر خوبم اینه که اثر هندوانه خیلی سریع و قابل احساس هستش. میتونید هندوانه رو در کنار صبحانه‌تون میل کنید یا عصرها اون رو به عنوان میان وعده میل بکنید. 2 برش هندوانه برای شما کافیه. به خصوص اگر دیابت دارین حتما با پزشک خودتون مشورت بگیرید که میتونید از هندوانه استفاده بکنید یا نه. یه نکته مهم دیگه که در مورد هندوانه وجود داره و باید بدونید این که اون مواد مغذی و ماده اصلیش که گفتم آمینو اسیدی که توش وجود داره توی پوست سفید هندونه وجود داره. یعنی بعد از قرمزی که اون لایه سفید رنگ وجود داره بیشترین آمینو اسید توی سفیده هندوانه وجود داره. اگر براتون خوشایند نیستش که اون قسمت سفید رو میل بکنید میتونید قسمت سفید رنگ و همراه قسمت قرمز رنگ حالا توی دستگاه‌های مخلوط کن مخلوطش بکنید و از آب هندوانه استفاده بکنید و میل بکنید. و اما ماده غذایی پنجم سیب زمینی شیرین هستش. خیلی از مردم نمیدونن که از سیب زمینی شیرین چطوری باید استفاده بکنن. بهتره که سیب زمینی شیرین رو بخارپز یا آبپز بکنید و در حدی که فقط نرم بشه و بیش از حد اون رو نپزید. اینجوری باعث میشه که مواد مغذی و ارزشمندش حفظ بشه. زمینی شیرین سرشار از کربوهیدرات‌های پیچیده‌ای هستش که برخلاف کربوهیدرات‌های ساده قند خون شما رو به سرعت بالا نمیبره، بلکه قند خون رو به آرومی بالا میبره و اون انرژی رو در اختیار عضلات شما قرار میده و اون انرژی رو حفظ میکنه. به خاطر همین قدرت بدنی بهتری پیدا میکنید و خستگی کمتری به سراغتون میاد. میتونید به سیب زمینی شیرینتون کمی زردچوبه، فلفل سیاه و کمی چند قطره روغن زیتون فرابکر هم اضافه بکنید. به همین ترتیب با همین ترکیب ساده یک ماده غذایی ساده رو تبدیل کردید به یک ماده غذایی با ارزش و یک ماده غذایی که ضد التهاب در بدنتون هستش. میتونید اون رو صبح‌ها مصرفش بکنید و همینطور میتونید عصرانه به عنوان میان وعده از اون استفاده بکنید. عصرها زمانی که احساس میکنید که دچار افت فشار خون شدید و دچار خستگی شدید، این ماده غذایی با ارزش میتونه به کمکتون بیاد و باعث بشه که بدنتون قوی تر بمونه، باعث میشه که انرژی بیشتری داشته باشید. بهتر که از رنگ بنفش یا قرمز سیب زمینی شیرین استفاده بکنید چون آنتی اکسیدان های خیلی بهتری دارن. حالا بریم سراغ ماده غذایی ششم که لبو یا چغندر هستش. لبو یکی از ارزشمندترین غذاهایی هستش که میتونه گردش خون رو در بدنتون خیلی سالم و خوب ایجاد بکنه. خیلی از مردم از خواص بی‌نظیر چغندر خبر ندارن. چغندر یا لبو پر از نیترات‌هایی هستش که این نیترات‌ها در بدن شما تبدیل به نیتریت اکساید میشه و همونطور که گفتم نیتریت اکساید ماده‌ای هستش که در خون شما میتونه باعث بشه که رگ‌های خونی شما خیلی عملکرد بهتری داشته باشن و خون به خوبی در رگ‌ها جریان داشته باشه. در نتیجه باعث میشه که اکسیژن به خوبی در رگ‌های شما جریان داشته باشه، به همه بافت‌های بدن شما برسه و شما احساس سبکی بیشتری داشته باشید و احساس انرژی بیشتری داشته باشید. اگر دچار دیابت هستین میتونید با مشورت پزشکتون از چغندر استفاده بکنید و چغندر میتونه بخشی از رژیم غذایی شما هم باشه. میتونید چغندر رو به صورت خام حتی مصرفش بکنید. میتونید خوب اون رو بشورید، داخل مخلوط کن بریزید، با 1 لیوان آب مخلوطش بکنید و میل بفرمایید. میتونید به اون کمی زنجبیل و آب لیمو ترش هم اضافه بکنید و صبح‌ها میتونید اون رو میل بکنید.
ولی حواستون باشه که وقتی اون رو مخلوط کردین از صافی ردش نکنید. ما به فیبری که توی چغندر هستش هم نیاز داریم که اون فیبر میتونه برای بدن شما خیلی مفید و مغذی باشه. بعضی هم دوست دارن که چغندر رو بپزن. اگر دوست دارید اون رو بپزید، خیلی نپزید، بخارپزش بکنید در حدی که نرم بشه. میتونید اون رو مکعبی برش بدین داخل سالاتاتون، به همراه دانه چیا و دانه تخم کتان اضافه بکنید و میل بکنید. در صبح ها میلش بکنید. لیوان آب چغندر 200-250 میلی لیتر یا نصف یک چغندر رو در روز مصرفش بکنید برای شما کافی هستش. حالا رسیدیم به شگفت انگیزترین ماده این فهرست که چیزی نیست جز انار. انار یکی از ارزشمندترین مواد غذایی هستش که میتونید صبحها مصرفش بکنید. مواد مغذی بسیاری داره و سرشار از فلاوونیدها و پلیفنول ها هستش که میاد از رگ‌های خونی شما محافظت میکنه. کمک میکنه که رگ‌های خونی شما انعطاف پذیرتر باشه و خون به خوبی در رگ‌های خونی شما جریان داشته باشه. علاوه بر این، انار به کاهش التهاب مزمن در بدن شما هم کمک میکنه. التهاب مزمن و التهاب پنهان همون چیزی هستش که میتونه به مرور زمان وقتی سنتون بیشتر میشه روی سیستم ایمنی بدن شما، روی رگ‌های خونی شما، روی قلب و عروق شما تاثیر منفی بذاره و بدن شما رو بی انرژی تر بکنه. یادتون باشه که بالا رفتن سن به این معنی نیستش که انرژی شما کم میشه و این یه القای اشتباهی هستش که به شما داده شده. با بالا رفتن سن شما میتونید انرژی خوب و سالمی داشته باشید، فقط به شرط اینکه شیوه درستی از زندگی رو ادامه بدین. که این شیوه درست زندگی یعنی اینکه شما مواد غذایی خیلی خوبی رو مصرف بکنید و همینطور فعالیت بدنی مناسبی داشته باشید و از چیزهایی که براتون مضر هست دوری بکنید. حالا انار رو چطوری مصرف بکنیم؟ ساده ترین روش اینه که انار رو به صورت همون میوه دونه هاش رو مصرف بکنید و بخورید، یا داخل ماستتون بریزید یا داخل سالادتون بریزید. میتونید به صورت صبحانه میلش بکنید یا به صورت میان وعده عصرها میلش بکنید. میتونید از آب انار استفاده بکنید. یه دونه انار کوچیک با کمی آب داخل مخلوط کن بریزید و اون رو میل بکنید، ولی یادتون باشه باز از صافی ردش نکنید. ما به فیبر انار هم احتیاج داریم و اون رو همینجوری میل بکنید. میتونید به این ترکیب آب لیمو هم اضافه بکنید، آب پرتقال هم اضافه بکنید. 250 میلی لیتر آب انار یا یک انار متوسط در روز مصرف بکنید برای شما کافی هستش. یادتون باشه که سراغ آب انارهای صنعتی نرین، چون سرشار از قند هستن این آب انارها، و از آب انار تازه استفاده بکنید. بهترین زمانش هم استفاده از اون صبح‌ها یا عصرها به عنوان میان وعده هستش. یادتون باشه در مورد همه اون مواد غذایی که بهتون گفتم یا همین انار، اگر منع پزشکی دارید باید این رو در نظر بگیرید و با پزشکتون مشورت بکنید. مثلا در مورد انار اگر دچار یبوست‌های مزمن هستین حتما باید مصرفش رو کاهش بدین و با پزشکتون مشورت بگیرید. برای اینکه ازم حمایت بکنید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و خیلی دوست دارم که نظراتتون رو هم در مورد این ویدیو بدونم. در انتها براتون آرزو میکنم که در کنار خانواده‌تون همیشه سالم و سلامت باشین و خدا نگهدار.